وصیت‌نامه رو دارم با وایس تقدیم کنم به همه خانواده. از عشقم بگم نه، از دوستم نه. آها، اول از مامانم میگه. مامانی یادت از دستم عصبانی میشدی، میگفتی ایشالا جوون بشی بچه، دیدی تو جوونی رفتم. یادت میگفتی خیر نبینی، از زندگیم خیر ندیدم. دیدی داد گرفت مامان. و حالا واسه چی داری گریه میکنی؟ چرا داد میزنی میگی تو رو خدا پاشو؟ مامانم صدا تو میشنوم ولی نمیتونم جواب تو بدم.